Assalomu alaykum do'stoni aziz, mehmononi giromi qadr. Qudumi muborak shuma ro imroz ba in Navruzgohi markazi salomati nohiyavi nohiyayi Rudaki va markazhoyi salomati dehathoyi nohiyayi Rudaki khayramaqdam megӯем. Xush omaded, nuri didat, toji sar. Chqele ki imroz mana mo shuma دیده ایستادیم در اینجا مهمانان از نه تنها از ناحیه رودکی، از شهر دوشنبه، از سوخت، از بدخشان، از ختلان و بیرون از جمهوری تاجیکستان عزیز ما مهمانان آمدند. بار دیگر همه آنها رو خوش آمدید میگیم. خوش آمدید، نوری دیده، تاج سر. فکر میکنم که امروز کارمندان مرکز سلامتی ناحیه رودکی یک نوروزگاه تشکیل کردند و یک چاره‌بینی خیلی خوب هم برگزار خواهد گشت که خیلی خاطرمان خواهد شد. بار دیگر نوروز خوشستپای را به همه پیر و جوان تاجیکستان صمیمانه تبریک میگیم. همدیاران ارجمند. اینجا بغیر از آن که مهمانان از دیگر جا هستن معرفی میکنم. زرگل عزیزایوا، پروین بانو محبوبова از جمهوری قرقیزستان یعنی همزبانای ما هستند که با دعوت تشریف جان اینا به مهمانی ما و شما آمدن و دیدن کردن و خیلی راست گپ حلاوت هم برده ایستادن. بار دیگر من فکر میکنم که این امروز کاروان هنرمندان در اینجا با دعوت کارمندان مرکز سلامتی ناحیه رودکی در اینجا دعوت شدن، آمده ایستادن و بهر بالیدگی خاطر شما امروز چقدر هنر دارن. نه تنها هنرمندان، آوازخوانان، بزلگویان، هجونگاران و اینچنین البته با اشتراک شما، با سخنهای تبریکی شما، با رقص و بازی های شما، بزم نوروزی ما خیلی هم خاطرمان خواهد گذشت. فکر میکنم که مهمانان در اینجا دسترخوان‌های که دسترخوان‌های نوروزی رو دیده ایستادن، با گزاری کرده ایستادن و اینجا یک سیر هست. حالا در وقت جنبستی آزمون که کدام از دسترخوان‌ها جای اول رو میگیرن. کدبانی‌های ما چقدر مثلا مهنت کردن، زحمت کردن، قدردانی کرده میشد. با یعنی که ممکن وقتی یک نفر بلندی میکند انا میگن قدردانی میگرد از طرف راهبریت مرکز سلامتی ناحیه رودکی. صاحب اتومبیل شاید یگان بانو یگان مادر من نمیدونم به خونش دست خالی نیو در سر چنبرک ماشینش به خونش میرود. یعنی غالب آزمون امروز را یک автомашина خارجی تمغه نکسی انتظار است. به همه شما استراحتی خوش، فراغتی خوش را تمنا دارم. زنده باشین، سلامت باشین. خیلی گپا بسیار بعد گپا با دوام معرکه دا آسته بعد گپ زدن میگیریم. چون یاد رسیدیم با دعوت و با تشکیلی راهبریت و ماموریت مرکز سلامتی ناحیه رودکی و مرکزهای سلامتی دهات‌های ناحیه رودکی یک قطار هنرمندان محبوب در خدمت شما هستم. حالا باشد با کمال میل بر روی صحنه نوبت را یعنی نوبت صوت و سرود را با آوازخوان جوان شهزادی دوران را حالا تحت کفگوهای برداران شما و یک موسیقی خیلی خوب و خوش و فارم دعوت میکنیم بر روی صحنه بابای دهقان و ملکه نوروز را تحت کفگوهای برداران شما و البته یک موسیقی فارم. بابای دهقان است. آمدن ملکه نوروزی را انتظار هستیم. استقبال میگیریم. قرصکای پرموج شما کردی همدیران ارجمند. شما بابای دهقان، شما ملکه نوروز تمنا میکنیم نوروزی خوشستپای خوشباش باشد، نوروزی خوشستپای با پای قدم باشد و تمام آرزو و آرمان‌های نیک خودش و مراد نفس مردم
مردم تاجیک، دهقانان تاجیک رسد. فکر میکنم امسال خدام مبارکی بابای دهقان، خدام مبارکی ملکه نوروز خیلی هم پربرکات شد. دسترخوان ما و شما پر از ناز و نعمت خواهد شد. مشکلات همه ما و شما آسان خواهد گشت. مرحمت اینک برای سانه ملکه نوروز در بالای اسبی سمن در بین محفل می درآید. استقبال میگیریم. هر یکی ما و شما مثل این اسب جسور باشیم، با غیرت باشیم، پاباور باشیم، چست و چالاک باشیم، هوشیار و ذکی و دانا باشیم. بار دیگر جشن نوروز مبارک باشد همدیاران ارجمند. ببینید گل دختران ما در دستشون گل، سمنک، همه این رمز بهار است، همه این رقص بازی، خوشی و خرسندی ما و شما رمز نوروزی خجسته است. بار دیگر نوروز مبارک باشد و شما همدیاران ارجمند. همین روز نوروزی، یعنی شما باید رنگ تبات نوروزی باشد نه؟ امروز بار دیگر یادداشت میشم نوروز یعنی متصدیان نوروز امروزه در ناحیه رودکی، مرکز سلامتی ناحیه رودکی و مرکز چی میگن سلامتی دهات‌های رودکی، یعنی که شما پیشگیری کسلی‌ها سانیتری دیگر چیزا قرصکو رنگ همین کسلی‌های بلوچ قربالو بریدن. قرصک آسمان بوس به خاطر همه ما و شما، به خاطر مهمانان، به خاطر حافظ خوش آوازی ما شهرزادی دوران. دوستان گرامی، به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما پدران، مادران، خواهرای گرامی. اومدیم به خرسندی شما از نام مأموریت مرکز سلامتی ناحیه رودکی، از نام مأموریت مرکز سلامتی قره‌بالا، از نام دکتر قاسموف اشورعلی تبریک میکنم همه شما دوستان عزیز. بگذار
هر روزتان نوروز باشد، همیشه خرسند و منافع شکوفان باشد. دوستان عزیز مرحمت خواهشمنده برعکس دعوت میکنم. روز عید است، یک چند ترانه رقصی میخونم. مهمانایی که از جمهوری اسلامی ایران اومدن خدماتشون بالا دیده باشد. خوش آمدن. مرحبا. زمین و آسمان را میزنم خیلی که باره یا بابا تنها به تنها. زمین و آسمان را میزنم خیلی که باره یا بابا تنها به تنها. بله جونم بله دل جونم بله بله جونم بله دل جونم بله چرانایی دل جونم بله چرانایی وای دل جونم بله چشمانی شرر زاده بمیرم خداگر بر منی به خود نهان بخت با آن حسنی خدا دادن بمیرم خداگر بر منی به خود نهان بخت با آن حسنی خدا دادن بمیرم بله جونم بله دل جونم بله بله جونم بله دل جونم بله Ziyadare
زیبا شد دوستان عزیز، خوربود رقص زیبا شد، خسته نباشید، بازم نوروزتان مبارک باشد. تشکر زیاد. ما قد شهرزاد مسئولیت کردیم که این کس ما دستگیری که باید بیچاره دستگیری میکنه. یا تازه اینکه برای شهرزاد دارم بزنیم. تشکر. آواز شما خسته نباشه دوستی عزیزان. سلام باشه، سلامت باشه. من بار دیگر از تمام تماشابینان و از کارمندان مرکز سلامتی ناحیه رودکی شما رو تبریک میگم به جشن نوروز ارجمند. باید ما سربلند باشیم. آواز شما خسته نباشد. بار دیگر آمدن نوروز خجستپای را به همه شماران همدیران عزیز از صدق دل تبریک میکنم. تمنا میکنیم نوروزی به پای قدم باشد، نوروزی خجستپای باشد، نوروزی باشد که در دلهای همه ما و شما مهر و وفا کارد. دستورخوان ما و شما از زحمتهای بابای دهقان پر از نان گندم باشد، ارزانی باشد، فراوانی باشد، دوستی باشد، برادری و برابری باشد. به همین آرزو و امیدها بار دیگر یک خرسک دوستی میزنیم در این سمای صاف و بیغبار صلح‌جویانه تاجیکستان عزیز ما. همدیاران ارجمند بر روی صحنه دعوت میکنم با سخنهای تبریکی با مسئولین یعنی چاره‌بینی امروزه ما و شما چاره‌بینی فرهنگی، مسئولینی که یعنی یک چاره‌بینی خیلی خوب را برای ما و شما تشکیل کردند. پیشگیری ساختار کتسی ناحیه رودکی محترم شریف میرزا عزیز و همچنین مهمان فرخنده، مهمان فخری به برنامه امروزه ما نوروز خجستپای ما محترم معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان محترم جعفرов نوروز جنیدلویچ را بر روی صحنه دعوت میکنم. مرحمت یک قرصک بزنیم. مرحمت مهمانان.
شد منور از قدوم دوستان کاشانم، خانه فانوس است مهمان شم، من پروانم. دوستان عزیز ارجمند، فرارسی بهار خجسته را به یکایک شما، به خاندان شما، به نزدیکان شما خیر مقدم میگم و یادآور میشم که در قطار دیگر طبقه های اهالی جمهوری تاجیکستان کارمندان تیب نیز از چاره‌بینی های فرهنگی و از دیگر چاره‌بینی هایی که در سطح جمهوری میگذرند در کنار نیستند و امروز یکی از تشبوس های ما نیز از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی قبول گشت و همچون یک چاره‌بینی ناحیوی عید نوروز ساختار کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه رودکی به اجازت داده شد و ما با همه اجازت امروز جمع آمدیم. دولت حکومت امروزه تاجیکستان تمام کوشش ها را به خرج می‌دهد که سطح نیکو احوالی مردم تاجیکستان بلند باشد و یکی از هدف‌های وزارت تندرستی و ما کارمندان این است که امنیت صحتی مردم را تأمین سازیم. ما از همین سیاست است که امروز سیاست موفقانه است که امروز ما در فضای کشاد و آزاد جمع آمده میخندیم، سرود میکنیم و دلخوشی خود را با یک نمود تازه و آزاده و با یک دلپری میگذاریم. هر یک حرکتی ما به نظارت نیست، از جمله از جانب وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی جمهوری تاجیکستان ما قدردانی میشویم. ببینید که محض همین قدر کردن کارمندان طبی ناحیه است که امروز مهمان فخری ما معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان میباشند و یک کفکوبی شما مرا اجازت می‌دهید که سخن تبریکی ریاست و صدارت وزارت